مظلومی از ولایت کاپیسا ولسوالی تگاب. بسیار خوب. خوش شدیم پدر جان از اشرای با خودت کجا رفتی؟ ما والا رفتم صبح که امی تو از خانه میبرم از کارتنا و از دوست فامیلی همون که علی فعلا بیکار است این تو سو میم برای چکر این تو روز خودت این نماز از سرگدوی شاشید میخوام پس میرم سونی خانه کل شهر کابل چکر میزنی از امی لبی دریا گرفته امی تو چکر میزنم تا با امی دیگه چاشتانه باز نان کجا میکنی؟ لانگ چاشتانه از خانه میبرم چی بخورم پس میری خانه باز؟ دیگه چی بخورم کوکی کار عالی نداره علما چی سری چی بخورم واسکت میگرم بتم اگر نیست 8 سال به دولت خدمت کردیم. چیکاره بودین؟ مذهبی پلیس بودم، دگروال بودم. دگروال مکتبی بودم، مال خسیواد نیست. بیادرزاده ما جندرار است ولی که علپ یاد داشته باشه باجه جرات. علپ. علپ که سه مذهب بی جان. تبروی دولت بی افهمی خم کش که آدمی با دانسته و مکتبی را استاد کنه. اینو جامعه تراپیک است پیسه جمعی که اما کاکا چی میگویی گفتم پایم در میکنه گفت بخیر. که باز میزنم میت گفتم ولی که اشرف غنی مرا بزنه حسابی پیسه گرفتن که به خانم امروز چند جمع کنی ترافیکا دیگه صاحبی دگروالی پلیس از بود که یادی شور از بیا بی جان کراچی را ببینید داره په کمیشن میگیره دیگه ما را مقرر کنه دگونی شو بزن دولت کو که اشرف غنی شیشته وقت است خدا شور بده عبدالله سری چوکی جور نمی خدا زاردوش بگیر چرا دلت قفر است کاکا و پر چطور نیست تباه شدیم بیکار هستیم مردم پشت گوشنگی میبره جوانه ما رسیل که دوزی خاطر چی میشه این غری تلفن را در اینی که کتسینی میزنه تلفنش میوردار کو که حکومت استخبارات است دستور که گیر کنه دکله چون میزنه که زود که طالب است تو پستان کیست پیسه بگیره این حکومت است بتا میوزره با ما بتا اگر دوزی شد ما میزن خدا نیتم میوزی این خود دوزاره مقرر کرده سواد نداره بی جان تو برامی من سوداره را کدی ما دیار بشن در دفتر بگم بیاد تو کار که استلام نمیشته که اگر نمیشته که مالیش خدا کل میگه که حکومت عبدالله میگه رئیس اصول هستم سری چوکی جنگ است وطندار ما مصدق ولایت است سری چوکی یا جور نمیه امریکا در کنش چوب زده میره کار خود میکنه طالب نفری کیست بطی همی وزیری دفاع ما را تعیین کن ما دا نفر گوشی بینیش ببرم دیگه کسی دوزی میکنه چرا طالب آمد در یک روز کل افغانستان هم با چی کرد 3 نفر دستاقت که 3 نفر بس آلالا گوشه شهر میدو گدوان ملا صاحب ما اگه نی والا که نمازم بفهمید که نماز چیست نیست خود دروغ است چلو والا است با غریبات چل جور کرده بینی مردمات چور چه حکومتداری به یک قسم است قماندانی هم میستی در موتر کالای شخصی بره در شهر بگرد خواب چه تاست کنید میترشی چوکی رش اینجا کدی ما را کس نزنه امیر روزه میره 16 بادیگارد میگردن تو در کالای شخصی مثل ما واری بگرد که بیادر کباب چند است نان چند است نانبه چند است یا خود چوکی را نگاه میکنه قرارداد گرفته پیسه بتی امیر روزه است خورزابیتا که امیر روزه باشه تو قرآن حکومت میش خورزابیتا شبه داخل شده نمیتانی آره از یک سر خورزابیتا بیا ماسیبه را دروش پر تو که ماسیبه کده میتن مکتوبه نمیشته کده میتن بگو یک استلام با ما نمیشته گر ما همی دگروالا میگم یک استلام نمیشته که نمیشته که ما زنی است نیست بی جان چرا دل ما پر است اگر 6 روز گپ بزنی ما گم خلاص نمیشه گپ بیتن بس ما را تو به همون مقام ببر که ما گپ بزنیم همین صدایتون حتما آرزومند است کسایی که درست از بشنوه پیام گفته اینتون آخرین پیامتون چی است آخر پیام آرامی قراری که بود کل کار علی با ما جوی خاری جور میکنی جوی چه کن ما را بازی میتو کور شوی فابریکه جنگله که جور که 10,000 جوانه ما کار کنه سلوی کابره جور که مردم نان بگیره یا با ما میا جویت میکشم تشناپ جور مینداش کمم نان جوی بیچم نلش از کناره برآمده ایره ما چه کنم ولی که دروغ بگو فابریکه جنگله که جور که جوانه ما کار کنه فابریکه سلوی ما را جور که کار کنه نساجی ما را جور که کار کنه کلگی دوست تربیه شد جوانه ما سرکل میکنی جو گوسپند جور کده سر اینجا مویاسی جنیخ جیبش تلاشی که داره پر نداره با خوراک داشته باشه با خدا که درو بگم سرکل کده سر نمود گوسپند کدم و خانهت خراب شد نانیت خارجی بود بابیت خارجی بود تو نان خورده علی کتینی لباس چو خود معلوم میشی دختره ما را سر که کرته شیجاست
با خدا چرا ما را دیگه میاری؟ دلم بسیار پر است. از شما یک جان تشکر. بخیر باشید. اگر 6 ساعت گپ بزنم دلم خالی نمیشه. بخیر باشید. وقت شما قربان خوش شما، خوش تشکر. وقتتان را گرفتم. خواهش میکنم. زنده باشی، آرام باشی. خدا آرامی افغانستان. الهی آمین. بخیر باشید.